گویند هنگامی که انوشیروان می‌خواست ایوان کاخ مدائن را بسازد یا احیا کند، دستور داد زمین‌های اطراف آن را خریداری کنند. زمین‌ها یکی پس از دیگری از صاحبانشان خریداری شد، به غیر از پیرزنی که امتناع می‌کرد و می‌گفت من همسایگی شاهنشاه انوشیروان را به تمام عالم نمی‌فروشم. انوشیروان سخن او را که شنید پسندید و گفت خانه پیرزن در جای خودش باقی باشد. آنگاه ساختمان او را محکم و با دوام کرد و بعد از این ایوان را محیط بر آن ساخت. اهل آن نواحی آنجا را خانه پیرزن نامیدند. گویند هر روز دود از آشپزخانه پیرزن بر دیوارهای کنده‌کاری شده زیبای عمارت می نشست و هر صبح و هر عصر گاوش از روی فرش‌های ایوان گذر می کرد. غلامان به ستوه آمدند و شکایت به شاهنشاه بردند، اما وی گفت هر چه خراب شد دوباره از نو خواهیم ساخت. روزگاران گذشت و قیصر روم سفیری به ایران فرستاد. وقتی سفیر به مدائن آمد، از عظمت و زیبایی این بنا در شگفت شد. در گوشه ایوان یک نقص و کجی توجه او را جلب کرد و پرسید آن قسمت چرا درست نشده؟ گفتند این محل خانه پیرزنی است که مایل به فروش نشد و پادشاه هم او را مجبور نکرد. سفیر کمی تأمل کرد و در فکر رفت. به سخن آمد و گفت چنین کجی و نقص که از عدل و دادگری به هم رسد بهتر از آراستگی و درستی است که از روی ظلم و جور پیدا شود. روزی حاکمی همراه با وزیر حکیمش از کنار روستایی می‌گذشت. خانه‌های روستا خراب و ویران شده بودند و مردمش آواره شده بودند. صدای آواز دو جغد به گوش حاکم و وزیرش رسید. حاکم از وزیرش پرسید به نظر تو این دو جغد با هم چه میگویند؟ وزیر که همیشه میخواست حاکم را متوجه وظیفه و مسئولیت‌هایش نماید، از فرصت استفاده کرد و پاسخ داد ای حاکم بزرگ، یکی از این دو جغد دارد دختر جغد دیگر را برای پسرش خواستگاری می‌کند. حاکم خندید و گفت چه جالب، مگر جغدها هم شیربها و مهریه می‌گیرند و دخترشان را شوهر می‌دهند؟ وزیر پاسخ داد بله، این دو جغد هم دارند بر سر شیربها چانه می‌زنند. حاکم با کنجکاوی پرسید خب چه می‌گویند؟ وزیر گفت جغدی که دختر دارد به آن یکی میگوید اگر میخواهی دخترم را به پسرت بدهم باید چندی روستای خراب و ویران را به عنوان شیربها به من بدهی. حاکم خندید و گفت چرا روستای خراب و ویران؟ وزیر گفت چون جغدها به خرابه ها علاقه دارند. هر جا خرابه‌ای باشد جغد در آن زندگی میکند و آنجا به عنوان خانه اش انتخاب میکنه. حاکم گفت جغد دومی پیشنهاد او را قبول کرد؟ وزیر گفت آری قبول کرد. او به جغد اولی گفت اگر حاکم به همین شکل که امروز دارد بر مردم حکومت میکند به کارش ادامه دهد، کم کم تمام روستاها به ویرانه تبدیل میشوند و ساکنان آنها آواره میشوند. آن وقت ویرانه های زیادی بر جا میماند و من تمام آنها را به عنوان شیربها و مهریه دختر به تو میدهم. گر ملک این است و همین روزگار، زین 10 ویرانه دهمت 100,000. گویند آقا محمد خان قاجار علاقه خاصی به شکار روباه داشت. تمام روز را در پی یک روباه با اسبش میتاخت تا جایی که روباه از فرط خستگی نقش زمین میشد. بعد
آن بیچاره را می گرفت و دور گردنش زنگوله‌ای آویز می کرد. در نهایت هم رهایش می کرد. تا اینجای داستان که مشکلی نیست. روباه مسافت زیادی را دویده، وحشت کرده، خسته هم شده، اما زنده و سالم است. هم جانش را دارد و هم دمش را. پوستش هم سر جای خودش باقی مانده. فقط میماند آن زنگوله. از این جای داستان روباه هر جا که برود یک زنگوله توی گردنش صدا می کند. دیگر نمیتواند شکار کند، زیرا صدای آن زنگوله شکار را فراری می دهد. بنابراین گرسنه می ماند. صدای زنگوله جفتش را فراری می دهد. پس باز هم تنها می ماند. از همه بدتر صدای زنگوله خود روباه را آشفته می کند. آرامشش را برهم می زند و در نهایت از گرسنگی و انزوا می میرد. این همان بلایی است که انسان امروزی بر سر ذهن پرتنش خودش می آورد. دنبال خودش می کند. خودش را اسیر توهماتش می کند. زنگوله‌ای از افکار منفی دور گردنش قلاده می کند. بعد خودش را گول می زند. فکر می کند که آزاد است اما نیست. برده افکار منفی خودش شده. هر جا که برود آنها را با خودش می برد. آن هم چه سر و صدایی. درست مثل سر و صدای تکان دادن پشت سر هم یک زنگوله. روزی داریوش بزرگ دستور داد تا همه یونانیان حاضر در کاخ را به حضور او بیاورند. سپس از آنها سؤالی پرسید: به چه بهایی حاضرید جسد پدر خود را پس از مرگ بخورید؟ یونانیان برآشفته شدند و پاسخ دادند: به هیچ قیمتی حاضر به همچین کار کثیفی نیستیم. سپس داریوش دوباره دستور داد تا هندیان موسوم به گالاتی که والدین خود را پس از مرگ می‌خوردند به پیشگاه او بیاورند. سپس در برابر یونانیان از آنها سؤال پرسید: شما به چه قیمتی حاضرید جسد پدر خود را روی تلی از هیزم گذاشته و بسوزانید؟ هندیان فریاد بلندی کشیدند و از شاه خواهش کردند که چنین سخن کفرآمیزی را به آنها نگوید. داریوش حجت را بر صاحبان تمامی عقیده ها تمام کرد. اگر کسی گمان کند عقیده دیگران نادرست است، حق ندارد عقیده خودش را به زور به آنها تحمیل کند.